نماز بامداد را در ساعت 7 یا 8 خواندن ممکن است. در ساعت 7 اگر طلوع آفتاب نباشد جایز است. من نمیدونم در ساعت 7 طلوع آفتاب می شود یا نه. وقتی آفتاب که برآمد دیگر نماز بامداد خواندن چی هست؟ منع می شود. همون طلوع آفتاب یافتن در کار ساعت شد تا طلوع آفتاب جایز، ساعت چند نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بچه‌ها خوب اینجا با هم راهوی دزدی خطی کریموف رفته شدیم. 5-6 نفر به حجت های بولوی همین چی خطی بولوی کپری که تختگی خطی کرده چی رفته استیم نمیم بچه های خطی انشاءالله رفته استیم او پرامیزگرم هم جا که گرگور همیزگاری دارم. салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тақсиме кашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонагия ба ход мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдуҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. трилибус масин бародаро муҳлатам хобагия дароз мекунад, танара ба ход мекунад, фоизи мания баланд мекунад, желаниям хобагия хуб мекунад. равғанои хилба раи пешобовӣ мекунад, гардиши хуна тез мекунад. ҳамчунин бародаро санг намаки гурдаро мерезонанд, барои гурда воспалениша мегиранд. қисал ҳинди боша против микроб ёрдам мекунад, ҳамчунин бародаро воспалени простатаро мегирад. фитосвечаҳо бошанд бародаро барои воспалени простатаро гирифтан ва раҳи пешобро ҳуй кардан ва ҳамчунин бародаро барои желаниям хобагитро хуб кардан барои воспалени қади рӯдуҳоро гирифтан. марҳамат бародаро занг занед, полноценный курсша ба нархи арзон ба ҳама шаҳрҳо дастафка мекунем. بلند خندیدن یا بزرگ خندیدن گناه است. البته به البته گناه است. کسی که اگر بلند خنده میکند یا بسیار خنده میکند، رسول الله گفتند تو میتول قلب، دل انسان خنده بسیار میکشد، دل انسان خنده بسیار و گپی بسیار میمیراند. دل انسان که مرد، ان ابعد الناس من الله القلب القاسي، دورترین بنده به سوی خدا بنده هست که دل وی سیاه می شود، دل وی سیاه باشد. خنده بسیار، گپی بسیار دل آدم سیاه می کند. از این خاطر همه وقت خنده کنین، شوخی کنین، لیکن از حد نگذرانید. چهارم سوال کردن، میگویند که بابای حاجی زبان انگلیسی را میدانید، درست است یا نه؟ ما یک زمان میدانستیم، همون زمانهایی که تحصیل میکردیم در همون خارج زبان انگلیسی را گپ میزدیم، با استادا همین مراجعت ها کرده میتونستیم، جواب میگرفتیم، خانه میرفتیم میآمدیم. لیکن با مدتی که مثال به اینجا رسیدیم دیگر هیچ تکرار نشد، اهمیت به اون زبان که ندادیم دیگر از یادمون رفت. لیکن همه شما را جوانای عزیز از همه درخواست دارم که تمام زبان بیاموزید. باور کنین در دنیا و در آخرت هم شما سربلند هستید. امر اسلام شما هست که شما بخوانید. جوانای عزیز بسیارتر کوشش کنین. من شما را از نماز خواندن و از قرآن خواندن من نمی کنم. این علم اولین درجه هست که تمام شما قرآن خوان شین. قرآن هر سحر تلاوت کنین، 5 وقت نمازتان ادا کنین، لیکن از علم دنیوی هم شما نگریزین. علم دنیوی علم باطل نیست. پیشواهای ما و شما بسیاری هستند که به علم دنیوی چنگ زدگی بدن. از این خاطر همه شما در درس ها معلم ها را احترام کنین. حتی بتوانین اگر درس های علاوگی بخوانین، هست حاضر مکتب ها در درس های علاوگی جاری شده است، 5 سامان 10 سامان. همون رقاصه را آتا بگو در توی نیاره، یا چتا بگو که مثال دین رجدینی نکنه و هم 5 سوم 10 سوم در دست معلمه بتین تعلیم تون بده. این بهتر است. خراجات های بی‌معنی که مثال در معرکه های ما و شما می شود 40 ماشین 50 ماشین پیش یک بوتی کلانی سجده کنی میرین، اینها را ترک کنین، پول های اینا را در مکتب صرف کنین. سمکه بخرین، دفتر بخرین، قلم بخرین، با معلماتون توجه کنین. اینها برای شما بهتره. من بسیار دوست می‌دارم همون جوانی را که علم دنیایی را می‌داند.
ما خود در مکتب 3 نداشتیم، فقط 4 و 5 خط میخوندیم. کسی همین علم دنیاوی هم که دانست، علم ای اخرویش هم آسان میشد گرفتن. علم دنیاوی را که ندانستی، سالار هم که در سر ماندی، با یک عادی ترین گپی دنیاوی تر یک معرکه دا چیکار میکنن؟ متهم کرده میماند، همون کسی نباشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد السلام، من سوالی دارم. اگر آدم از آدم دیگر یگان چیزی گیرد و او را بر نگرداند چی میشود؟ این دوست میشود. اگر کسی که مال یک برادر را میگیرد و پس نمیگرداند، این چی است؟ این حکم دزد دارد. یعنی مگر که همون به طریق یک فریب از تو دزدید، یعنی مجبور نکرد و به طریقی که مثال در بین چند حیله و نیرنگ استفاده کرد و مال تو را از تو ستانید گرفت، این البته گناهگار است، در مال تو جوابگر است در نزد خدا. السلام علیکم داملای محترم. قسمی از آدمان مسلمان در اذان دادن مؤذن و شنیدن نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 2 انگشت را به چشم میرسانند و دلیل میارند که در کتاب جامع الرموز این سخن هست. تا کدام اندازه درست است یا نادرست بودنش را بر ما فهمونید. بعضی برادرها است که اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله گفتند، همین انگشت ها را در بالای چشم میمالند. همین من شما را از کتاب مجموعه الفتوا صحیفه 327 کدامی داشته باشین. این حضرت میگوید که این اساس ندارد. این شکیدن انگشت در بالای چشم میگد هیچ اصل ندارد. و ملاقاری علی قاری میگویند این محدث است، این هزارها بار دیده از صاحب جامع الرموز و کنز العباد هم این گپ میگه، از اینها دیده مرتبهش بلند است. این حضرت میگوید که صاحب جامع الرموز هر مسئله که خواه تر از خواه قاق است در یک قابچه جمعشون کرده است. این سخن علی قاری هست. از این خاطر این حضرت صاحب مجموعه الفتوا که این حنفی مذهب است، کتاب ما و شماست، این میگه این هیچ اصل ندارد، این نکردنش بهتر میگه. کدامی داشته باشین صحیفه 327 تماشا کنید. داملای شیرین سخن، از ما خواهش میکنیم که به این سوال من جواب گردانید. من از اول ماه رمضان روزه گرفتم. در روز جمعه بزرگ روزه ام را خوردم از بیماری. آیا روزه گرفتگی هم قبول می شود یا نه؟ همینش را درست فهمید. البته قبول می شود. وقتی انسان که بیمار شد، خداوند رخصت می دهد که روزه را بخورید، باکی ندارد. این آیت کریمه هست. وقتی باز رمضان که تمام شد، یعنی چند روزه که تو مثال بیمار شدی، وقتی صحت که شدی، همون روزها را قضایی میگیری. البته روزه تو در نزد خدا قبول میشه. السلام علیکم نام عزیز. قیام نماز پیشین کی می شود که نماز خواندن درست نیست؟ الحال میگوین از 12 تا 12:40 یعنی یگان نماز نخونین که قیام است. حالت قیام است، در همین حالت شما نماز نخونین. همین داملاهای کلاب همش همین گپ میگن که از 12 تا 12:40. سلام داملای شیرین سخن. از نام یک نفر مخلص شما داملای محترم، من یک سوال دارم، التماس جواب عمیق دهید. من 3 سال پیش طواف خانه خدا کردم. در سن 36 ساله می باشم. بعد از طواف کردن به خود مقصد گذاشتم که هر آنچه که خداوند بر من حرام کرده است دست میکشم و با یک دختر از شوهرش برای کودک نکردن جدا شده بود شناس شدم. خوب گوش اندازین. و او را با طریق مسلمانی به نکاح خود در آوردم. با او 5 سال باز زندگی کرده ایستادم و صاحب یک فرزند شدم. این دختر بگیم حساب بیوه گرفتن و سبب کودک نکردنش این مرد حاجی است. نکاح کرده است، به طریق اسلامی گرفته است. و یک روز شب به خانه در آمدم، زنم را با یک مرد ناشناس در جاگه خود در حالت مادرزادی قپیدم و آنها را یگان گپی گنده نگفتم و والدین زن را یعنی اپش را آوردم و شاهد همین کس زنم را 3 طلاق کردم. داملای محترم، به من گوید که من با این
گناهی که 3 طلاق گفتم در نزد خداوند چقدر گناه و عذاب میکشد. و من گوید که تا به گوش خود شنوم. یعنی این برادر، یعنی به سبب این قدر اسلام یک دینی هست که در دل آدم چنان رحمی را پیدا میکند که همان زنی را که در حالتی بگیم زنا با یک مرد دیگر میقپد و به یک سبب طلاق گفتن، این مرد در خوف است و اون زن بدبخت نی. به سبب طلاق گفتنش در خوف است که خدای را چی میگفته باشد، لکن اون بدبخت مردی که در خانه این کس در آمد و این زن بدبختی که این کار انجام داد، اونا از خدا نترسیدند. این برادر انشاءالله تو از جوابگری در نزد خدا با طریق کامل باوری کن که تو خلاص هستی و البته هیچ مرد دیگر برای خود روا نمی بیند در حالتی که زنی خود با یک مرد بیگانه می بیند و با او دیگر زندگی کند. اگر چنده که دستورات اسلامی هست که اگر عفوش کنی حق توست، حق توست، میتونی که عفوش کنی. لیکن اگر زندگی هم که نکردی، طلاق هم که کرده باشی، خیر باز اینا تو میتونی که از همون مفتی ها پرسان کنی، لیکن به عقیده من باشد تو کاری خطا نکرده، خوب کردی که از این زن جدا شدی. یعنی احترام حاجگی را ندانیست، احترام اسلامی را ندانیست. و زمیانی که یک بار این بدبخت شده بود، باز مثال در بخت شما مسلمان داخل شد و به قدر شما که نرسید، حالی او این است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا به حساب شکرانه خدا میکنم که به ما چنین پیشوایی با تقوا مانند شما نصیب گردانیده است. دعا میکنم که پروردگار را علمی داشته شما را دوچند کند و ما از آن امر معروف های شما بهره بریم. آمین. داملای عزیز، به سوال های من خواهش میکنم در روز جمعه جواب دهید. روز نماز جمعه را در مسجد جامع یک قشلاق گذاشتم. بعد نماز را ادا کردن اهل مسجد باز 6 رکعت نماز احتیاطی خواندند، لیکن من نخواندم برای آنه که آن وقت نمیدانستم مگر من 4 رکعت فرض پیشین را قضا خوانم یا نه نخواند. وقتی که نماز جمعه که اعلان شده است همون دیه و فرمان مفتیا در او باشد که این نماز جمعه هست، در اونجا که نماز جمعه را خواندین دیگه فرض احتیاطی نخوانید. تمام همون جمعه شما در نزد خدا مقبول است. این احتیاطیش مثل یک شبهه می شود، یعنی در نماز خودت وقتی شبهه کردی، نماز شبهه دیگر قبول نمی گردد. از این خاطر نخواندن شما نمازی همون احتیاطی را این بهتر است. روز جمعه در زندان نماز پیشین را جماعت خواندن درست است یا نه؟ نه، در روز جمعه در زندان هم نماز جماعت جایز نیست. نماز جماعت هم قدر حکمش بلنده هست که در زندان هم نماز جماعت در روز جمعه مکروه است مگر بعد جمعه. یعنی ما و شما در ساعت 1:30 که بود کردیم، زندانی ها می توانند که بعد ساعت 1:30 جماعت کنند. تا وقتی جمعه را حق ندارند. سیوم، اهل سنت از شیعه چی فرق دارند؟ شیعه خودش چیست؟ در آخر از شما دعا طلب میکنم که خداوند از 5 وقت نمازی که عطا فرموده است به نصیبم نگرداند، از آن جمله از نماز جماعتی جمعه. پیشکی منتداری بیان میکنم. شیعه از اهل سنت فرق خیلی کلان دارد. من همون شیعه های اشدیش میگم، شیعه هایی که در همسایگی ما در همون خارج زندگی میکردن. شیعه های بودن که سخنهای اونها را باور کن به زبان آوردن نمیخوام که در بین این مردم باز ممکن شما نفهمین، اونها را من نمیارم، لیکن این قدر میگم که امروز همون هجومهای شیعه مذهب هم در بین ما و شما پیدا شده است. احتیاط کنین، احتیاط کنین. این رویه خیلی رویه غلط است، خیلی رویه خطا است و شما را عاقبت خوار میسازد در دنیا و در آخرت. ولا تصوبن احدا من اصحابی، اینجا نون ثقیله است میگه در کلمه عرب. پیغمبر خدا گفتند البته به البت هیچ صحابه مرا دشنام ندهید، لیکن اون طایفه ابوبکر را دشنام میدهند، عمر را دشنام میدهند، عثمان را دشنام میدهند. فقط برای اونها علی عزیز است و خلاص. لیکن اهل سنت ما 4
ما دوست به همین 4 یار سرور دین هستیم. ما هر 4 دوست می‌داریم. کمی مثال دیگرگونی های بسیار است. راستی بار در کدامت که اگر پیشنهاد کردن قبول نکنید، بسیار یک راهی غلط است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب این امر معروف و نهی از منکر را در نامه اعمال این جمعیت ما کتابت بفرما. خدای مهربان، از درگاه تو مسئلت داریم، میپرسیم که یک ماه ما روزه ماه مبارک رمضان داشتیم، خالی از سهو نیست، خالی از نقصان نیست. خدای مهربان، تو بسیار بخشنده هستی و از گناه بنده گذرنده هستی. خدای مهربان، این روزه های ما را به درگاهت مقبول بگردان. خدای مهربان، باز تا رمضان دیگر این جمعیت ما را در حفظ امان خودت نگه بدار. خدایا محبت ما را نسبت خودت، نسبت پیغمبرت، نسبت قرآنت، نسبت اسلامت خدایا زیاده بگردان. بعضی سوال های هست که اینجا جواب اونها را هم جواب گرداندن در کار، و بعضی مسئله هایی که دایر بعید است انشاءالله به سمع شما میرسانیم. عن ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم یومئذ تحدث اخبارها. حضرت ابو هریره که یکی از صحابه های خیلی عالی قدر پیغمبر خدا و شمار می رود، شاید که بر گوش همه شما ابو هریره صدا داده باشد، زیرا این از صحابه های هست که 5374 حدیث پیغمبر از یاد می دانستند و از همه صحابه ها دیده روایت کننده ابو هریره می باشد. حضرت یکی از نماینده های اصحاب صفه بودند که در مسجد پیغمبر خدا می نشستند. برای اینها زن، خانه، دنیا، طعام، نوش و نعمت دنیا هیچ قدری نداشت مگر اینها به استغفار و به طاعت خدا مشغول بودند. ابو هریره هم یکی از این نفرها به شمار می رفت. ابو هریره را شاید که من چندین حکایه هاش به شما گفته باشم، لیکن راوی این حدیثی که الحال به شما تحلیل میکنم خود ابو هریره هست. میخوام که باز کم توجه شما را به سوی ابو هریره روانه بسازم. ابو هریره میگوید از پدرم دیده، از مادرم دیده، از همه یار رفیقی که در دنیا داشتم پیغمبر خدا را زیادتر دوست می داشتم و برای پیغمبر خدا هر لحظه تیار بودم که جان ما در راه خدا فدا کنم و دائم پاسبانی نزد دروازه پیغمبر خدا را به عهده می گرفتم. میگوید مادرم مشرک بود، یعنی مادرش و پیغمبر ایمان نداشت و یگانگی خدا اعتقاد نداشت، مشرکه بود. هر باره که دعوتش میکردم مادر اسلام را قبول کن، قبول نمیکرد. باره میگد گفتم مادر، گفتم اسلام چی دینی پاکیزه هست و خداوند در قرآنش خبر میدهد که هر کسی که چنگ زننده اسلام باشد هم در دنیا و هم در آخرت و عزتش بلند می شود. مادر اسلام را قبول کن. بجای آنی که اسلام را قبول کند این مادر من چنان حرفهای زد نسبت پیغمبر خدا که دیگر من طاقت نکردم. پیغمبر خدا را دشنام داد، حرفهای بیجا گفت، دیگر در خانه طاقت نکردم. چشمهام پر از آب نزد رسول اکرم حاضر شدم و پیغمبر خدا حال بیان کردم. گفتم یا رسول الله، الحال با مادر خود هم صحبت شدم، چندین بارها دعوت میکردم، چیزی نمیگفت، قبول نمیکرد، لیکن امروز بزم آنه که قبول کند باز چندین حرفهای بیجا و دشمانهای زیاده در حق شما کردن. این حکایه در کتاب حکایه صحابه میگذرد، در بخاری هم میگذرد.
پیغمبر خدا چی می شود که در حق مادر من دعا کنی تا که خداوند او را به اسلام مشرف بگرداند؟ رسول الله میگد که مرا بسیار که دوست می داشت، به نهایت احترام می کرد و ایمان من ایمان صدقی که بود، در حال دستش برداشت و گفت اللهم اهدی ام ابو هریره رضی الله عنه. خدایا پروردگارا صدای محمد را اگر میشنیدگی باشی مادر ابو هریره را هدایت کن. پیغمبر خدا دعا کرده. ابو هریره میگوید همراه پیغمبر خدا من هم دستم برداشتم، در چهره خود مالیدم و باوری کامل هم داشتم که دعای پیغمبر خدا به اجابت میرسد. یک زمان نزد پیغمبر نشستم و به سوی خانه خود رهسپار شدم. وقتی نزد دروازه من رسیدم، ابو هریره میگوید نگاه کردم که دروازه از داخل بند است. فریاد زدم مادر در را بگشا. با یک صدای مهربانانه ای که این صدا را بار من شنیده نبودم از داخل میگه فریاد زد ابو هریره فرزند من کمی انتظاری بکش، الحال من دروازه تو را گشاده میکنم. وقتی گوش انداختم آوازی ریختن آب می آمد. فهمیدم که مادرم غسل دارد، آوازی دارد و نیت اسلام را قبول کردن دارد. وقتی میگد صدای آب که تمام شد دروازه گشاده شد میگد و مادرم میگد با مجرد که رسول اکرم دعا که کرده بود در دلش همون نور ایمان دیگر تجلی میزد، جوش میزد. لباسهاش میگه با همو بدنهای ترش این مادرم پوشید، حتی چنان دوید میگد که روی مالش میگه فراموش کرد بالای سرش پرتاید. نزد من دید ابو هریره گفت دیگر بر من هیچ صدای ناکرده و اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسول را بیان کرد. ابو هریره میگد شاید که در حیاتم این چنین خرسندی را دیگر یاد نداشته باشم. چگونه ای که برای به اسلامی و به ایمانی مادرم گریان بودم، برای ایمان قبول کردنش از اون دیده با زیادتر گریه کردم و با این گریه شادیانه هم نزد پیغمبر خدا حاضر شدم. پیغمبر خدا مادرم ایمانی بر خدا آورد، ایمانی بر پیغمبر خدا آورد. رسول الله شاد شدن از این بشارت من و ابو هریره میگوید کدام مرد و زن مسلمانی که اگر نام ابو هریره را میشنود در حال عاشق ابو هریره میشود. راوی این حدیث میگوید من از ابو هریره پرسیدم چرا که کسی صدای نام تو را بشنود و عاشقی تو میشود؟ گفت وقتی که مادر من ایمان آورد از پیغمبر خدا باز درخواست کردم یا رسول الله یک دعای دیگر از تو تمنا دارم، دعا کن که مرا و محبت مادر مرا در دل تمام مرد و زن مسلمان خدایا جایگیر بگرداند. رسول الله باز دست خدا میگه پهن کردن اللهم حبب عبیدک هذا و امه علی کل مؤمن و المؤمنه. پیغمبر خدا گفت خدایا محبوب بگردان این ابو هریره مرا و مادر او را در تمام دل بندگان من خوامرد باشند خوازند. این دعای پیغمبر میگه در حقی من قبول شد، تمام مرد و زن مرا دوست می‌دارد. باور که من اونقدر حدیث از ابو هریره زیاد نمیدانستم، لکن همین غایبانه والله که دوستش می‌داشتم. امروز همون وقتی که در کتاب کشادم نگاه کردم، همون لحظه های اولی حدیث خوانیان به یادم آمد که من همین کس نمی‌شناختم، نمی‌دانستم. اینقدر تاریخش که امروز می‌خوانم، لکن بزم همین محبت همو در دل ما جای گرفتگی بود. همین حضرت که قصه های زیاد دارد، من میخواهم همین حدیثش به شما تعلیل کنم. گفتن رسول اکرم روز قرآن را کشاد و سوره زلزله که ما و شما میگوییم زمین جنبی، همین سوره زلزله که در پاره سیومی از قرآن است، حضرت میگد یک آیت این از آیت چهارمش تلاوت کرد. چی گفت؟
یومئذ تحدث اخبارها. ثم قال اتدرون ما اخبارها. همین آیت خوان. این آیت چی معنا دارد؟ روز قیامت زمین و سخن می آید. زمین اخبار خودش را، خبرهای خودش را با امر خداوند به خداوند خبر می دهد. رسول الله میگه گشته گفتن آیا می دانین که زمین چه اخبار می دهد؟ زمین چی خبر می دهد؟ آیا می دانین؟ قالوا الله و رسول اعلم. همگی ابو هریره میگوید همگی ما نشسته بودیم گفتیم خدا و پیغمبر او داناست که زمین در نزد خدا روز قیامت چی شاهدی میداده باشد. رسول الله گفتن فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد و امة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه اخبارها. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله بیان کردند گفتند خبر زمین در روز قیامت بر خدا این است که میگوید فلانی ابن فلانی در پشت من در فلان روز در فلان ماه در فلان ساعت فلان و فلان عمل را انجام داد. استغفر الله. سبحان الله. همین زمینه که الحال شما بالای او نشستگی هستید، همین زمینه که بالای او شما نماز میخوانین، این زمین روز قیامت بأن ربک اوحی لها، خداوند وحی میکند این زمین از زبان میدهد برای همه ما و شما شاهدی میدهد کیها چیها کردند، همگی را در نزد خدا خبر میدهد. لحظه های نشستن شما را در مسجد خبر میدهد، لحظه های قدم های به سوی مسجد زدگی شما را در نزد خدا خبر میدهد. این تفسیر سوره زلزله است. خوش به حال آن بندگانی که بالای زمین پاهای خود در راههای نیک در راههای خیر با عملهای صالح انجام میدهند. خوش به حالتان که زمین او روز از جانب شما خوش خبرهای به خدای خود خبر میدهد و شما به سبب این عملهای صالحتان در آخرت نجات میابید. باور کنین عمل صالح در دنیا هم دستگیر شما میشود، در آخرت هم دستگیر شما میشود. من یک قصه را برای شما بیان میکنم که در دنیا عمل صالح چگونه آدم دستگیر میشود. بعدا ان شاء الله موضوع ما شروع میکنم.